از این لحظه با سوت بیژن حیدری که پنجمین قضاوت تاریخش رو در این تقابل بر عهده داره و رفت کنار مسعود مرادی و سعید مظفر. آرش رضاوند یه پاس رو به جلو، فرصت است برای استقلال و گل. آفساید هم نیست و مسعود جوما ترکوند ورزشگاه شهدای شهر قدس رو. یه پاس در عمق محشر و تک به تکی که به بهترین شکل تبدیل به گل شد برای استقلال. این همون گلی بود که استقلالیا رو راضی کرد، به دلشون نشست. گل مسعود جوما، مهاجم اهل کنیای استقلالیا، اونا رو یکی جلو انداخت. چه پاسی، چه گلی. استقلال تو 23مین دقیقه مسابقه یکی جلو میفته مقابل سپاهان. صحنه آهسته رو هم سمت چپ مهدی لیموچی توپو گرفته. رامین رضاییان در مقابلش، موقعیت هست اونجا برای سپاهان، اما ترجیح میده توپ رو نگه داره. ماشاریپوف یه حرکت خوب، موقعیت دارن برای ارسال درون محوطه، رو به بیرون، موقعیت و توپی که به کورنر رفت. چه پاس عالی داد ماشاریپوف. اینجا حرکت خوبه آرش رضاوند و توپی که فرستاد با پای چپ خوب نزد رامین رضاییان و چقدر خوب کار کرد محمد مهدی محبی. حمله حالا رو دروازه سپاهان. انزونزی توپو میبره به سمت راست، یه نگاه، یه ارسال درون محوطه، یه برخورد. رضا اسدی رو زمین افتاده و میگه پنالتیه. محمد دانشگر بود که توپو به بیرون فرستاد. صحنه آهسته رو ببینیم. اینجا رامین رضاییان بلند شد و یه برخوردی داشت با رضا اسدی که اعتقادی به خطر پنالتی نداره. بیژن حیدری آرش رضاوند شاید سختگیرانش میتونه کارت زرد بگیره. پشت محوطه جریمه، این شلیک ناگهانی، موقعیت برای استقلال. اینجا توپی که گرفته شده، شوتی که زد به سمت دروازه سپاهان علیرضا کوشکی و به زحمت و دردسر افتاد پیام نیازمند. خوب زد ضربش رو علیرضا کوشکی. دوتا تعویض برای استقلال، دوتا تعویض برای سپاهان. حالا محمد دانشگره که توپو گرفته برای استیون انزونزی، یه فرار پشت مدافعان. لیموچی، موقعیت برای سپاهان توی دروازه، اما پرچم بالا رفت. پرچم بالا رفت. وی آره که مشخص میکنه کدوم سمت الان خوشبختن و خوشحال، استقلالیا یا سپاهانی ها. ببینیم از این نما انزونزی خیلی مشکوکه، خیلی مشکوکه این صحنه. پرچم کمک دوم رفت بالا. ببینیم باز هم از این نما اون لحظه ای که انزونزی پاسه رو میده اگه فیکس شه مشخص میکنه. خیلی مشکوکه و ببینیم فکر کنم پر کرده دیگه، آفسایده رو پر کرده و گل برای سپاهان. مهدی لیموچی باز هم نقشه یه ناجی رو بازی میکنه واسه سپاهان. بازی 1-1 شد. ممنونم از همکارامون. رو همون توپ اولم میشد تشخیص داد، ولی خب به هر حال من مکس کردم ببینم آفساید بوده یا نه. خود مهدی لیموچی انگار از همه بهتر میدونست که آفساید نیست. به این شکل ضربه بغل پا و توپی که رفت تو دروازه قرار گرفت. نمای قشنگتری داشته باشه. ابوالفضل جلالی شروع ضد حمله برای استقلال، توپو نگه داشت، یه خطا رو هم گرفت برای آبی‌ها. حالا بعد از چند لحظه‌ای که سپاهانیا جلو اومده بودن
این خطایی که گرفت ابوالفضل جلالی باعث شد تا اونا بتونن از روی یه ضربه ایستگاهی خطرساز باشن. یه کارت زرد هم اونجا به محمد کریمی نشون میده و اخراج میشه. محمد کریمی دومین اخطارش رو گرفت و اخراج شد میان بحت محض هواداره سپاهان و بازیکناشون. و تشخیص آقای بیژن حیدری این بودش که مستحق دریافت کارت زرد دوم. تمام سوت پایان این دیدار به صدا در اومد. تساوی 1-1 استقلال و سپاهان.